خب بچه یکی از اینا یارو که اینجاست و اینجوری اینا ستانه اینا زیادن، برید با شما کاری ندارم. یکی اینا باید خف کنیم ماشینشون رو بگیم. این دوتاست، این تکه. سلام سلام، یه پایین قربونت. خوب دفعیز بس درد نکنه بابت ماشینت. طرح بنز کجایی که ببینی؟ خب بزنیم پسورد داره. اون خونه چیه اون بالا؟ نه میبینی؟ خونهش او اینجا چیه؟ چرا چیزای جدید داره؟ اما صدا بازی کمه؟ نه بابا صدا بازی خوبه. اوکیه صدا بازی. آقا حرف نمیزنیم توش که. من جوابم چیه تو این صدا آژیر پلیس میاد. میشه بزنم به پلیس در رو. برو و داری خلاف رانندگی میکنی، برو و تا حالا تو زندگیم به یکی اینقدر زور نگو. یواش داداش چه طرز زدم؟ من در راهنما زدم، شما برو گواهینامه‌تو باطل کن یکی دیگه بگیر. من گواهینامه نمیبینم. برو بابا رانندگی بلد نیستی، برو ببینم پلیسه مثلا. حرکت نمیکنه بیا اینجا ببینم. ماشینم راه نمیره. برم بزنم بهش. وایسا ببینم. وایسا میزنی در میری؟ از این دوربینای ثبت وقایع دارم. بیا پایین ببینم. برو سمت راست توقف. تو برو سمت راست اول. فرار نکنی ها. شما وایسید پشت سر ماشین. سری برگرد. سری بیا سمت راست توقف کن. سمت راستم دیگه. خب بیا. رو پیاده رو نه عزیز من. اون کامیون رد نمیشه که هیچ جوره. برو آقا خسارت منو بده من برم. من اعصاب ندارم، تازه از زندان آزاد شدم. برو جلوتر. بیا شما آفیسر بفرمایید اینجا. بفرمایید آفیسر بفرمایید اینجا. شما از دارم گواهینامه داری شما؟ موبایلنامه نکن. دوربین ثبت وقایع دارم جلوی ماشینم. زدی به من خسارت منو همین الان پرداخت میکنی. زنگ میذارم مقامات بالا بازپرسی بیان بالا سرتا. مقامات بالا جلو روته. بازپرسی نگفتم پلیس. بازپرس پلیس اف بی آی زنگ میزنم بیاد حقمو از حلقومت بکشه بیرون. اف بی آی نداریم ما اینجا فعلا. اف بی آی اصلا ربطی نداره. شما تصادف کردی با من، هزینه ماشینم میشه $70. دوست عزیز شما گواهینامه‌تون من نشون بده. من گواهینامه‌ام خونه تو کمد مونده. تو کمد خونمونه. به من ربطی نداره داخل کمد. نه شما افسر، شما با من تصادف کردی، بگو یه پلیس دیگه بیاد. شما حقو به حقدار نمیدی که. بگو یه آفیسر دیگه بیاد. یه آفیسر دیگه بیاد. چون شما نمیتونی رسیدگی کنی.
چیکار کنم؟ رسیدگی نمیتونی شما بکنی که من با شما چرا توی یه نمیتونم چیز رسیدگی کنم؟ دوست عزیزم من عزیز. زدم به شما، زدی به من، خودت نمیتونی پیاده‌شی رسیدگی کنی که. بذار من زنگ بزنم یه پلیس دیگه بیاد. دوست عزیز من نزدم به شما، راننده زده به شما. خب راننده بگو بیاد اینجا صحبت کنه، شما اینجا چیکار داری بعد؟ افسر بیاین شما یه لحظه ببینم $70 خسارت، $70 خسارت، حرف حسابش چیه. افسر ببینم حرف حسابش. بفرمایید جناب. $70 خسارت به من میدی میرم. بابت تصادفی که کردی. شما پیچیدی جلوی من راهنما شما عزیز نزدی. نه یعنی من به این راهنما باشه من زدم. بر شما رو جریمه من کنم. راهنما زدم، دروغ نگو، دوربین ثبت وقایع دارم جلو پنجرم. ما هم من دوربین ثبت راهنمایی وقایع ندیدم. داریم. آقا اصلا اینجوری من صحبت راهنمایی میکن ندیدم. چی؟ تهدید میکنی منو، صدا تو ضبط کردم. وایسا وسط خیابون وایس. شما پیچیدی وایس. جلوی من برم به رئیس وسط FBI بگم. خیابون. نه یه لحظه من یه لحظه یه چیزی بگم. رئیس دوست عزیز. FBI هم بگو بیاد اصلا دوست مشکلی عزیز. بابت دوست اون عزیز. نیست. بله. شما این خط خیابون خب بله. وقتی رسیدی به تهش شما میتونی بپیچید. نه من رسیدم به تهش. نه 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 خط لاین پیچیدن نداریم ما. نه به هیچ عنوان تایید نمیکنم. شما $70 من نمیدی هیچ جوره؟ اگر بیا $70 اگر- تو بدم اگه لنگ نه 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 بذار نه، جیبم نه، 70 وایسا، دلار. بیا وایسا، وایسا. $70 رو بهت بدم. بذار جیبم، بذار شیشه رو شما بدم اگه پایین. گواهینامه تو به من ندی بیا، اینم 70 شیشه. نمیدی میتونی جریمت هم بدی. اینم شیشه رو دارم، $70 بذار جیبم. 70 جریمه دلار کن. بهشون نده. برای چی گواهینامه $70 رو بدیم بده. بهشون؟ گواهینامه تو کمد شما خونمو بده. مونده. ماشین مال خودته. به من ربطی بله. نداره. شما ماشین پیاده بیا شو. پایین از شما با من کار داری، شما سوار شو، من پیاده شما نمیشم. بشینید ماشین من اوکی شد. شما از ماشین پیاده شید. اصلا من واسه چی باید پیاده شم؟ من دکترم گفته پیاده شدن برات ضرر داره، باید بشینی من فقط. مجبور میشم یه جور دیگه پیاده شم. میرم ببین تهدیدی بخوای حرف بزنی میرم. بذار شیشه رو بدم بالا، از شیشه منو نگیری پایینیو. حالا مرد حسابت چیه؟ دوست در ماشینم عزیز، قفله، اینجوری گواهینامه نمیتونی تو بری من پایین. نشون بده. هر وقت گواهینامه تو من نشون دادی من میتونم به تو خب مبلغی شیشه رو که میدم پایین، خودت خسارت دست کن تو جیبم وردار. وایسا. بیا بیا، بله. خسارتی که داشت باشه دیگه خودت خواستی اون رفت. وردار گواهینامه بله. دیدی دارم گواهینامه؟ کجاست گواهینامت؟ اون ته کیفم. چیزی نمیبینم. خب شما چشات مشکل داره، یه سر چشم پزشکی بره. بذار من شیشه رو بدم بالای خطری شما. عزیز شما بله. هر وقت گواهینامه به من نشون دادید خوده. پس من برم گواهینامه بگیرم من بیام مبلغی حله. که خسارت گواهینامه بگیرم بیام نه الان به من گواهینامه میشه. الان تازه می‌خوای کمد بری گواهینامه کمد بگیری؟ خونمونه. نه تو کمد خونم. خب شما ماشین پیاده شد تو کمد بنده در ماشینم خراب شده، قفل شده، به هیچ عنوان نمیتونم پیاده شم. از سمت شاگرد پیاده شد. نه قفل اصلا نه شد، بارو اون نیست. دره مشکل داره، جلویی قفله. ولی ببین خودت افتادی ها. اگر پیاده نشی مجبور میشم پیادت بابا اصلا اینجوری صحبت نکن با من. اینجا چرا بسته است؟ تعویض بیای جلو خودمو میندازم، بیای جلو خودمو میندازم. پیشکو پلیس افتاده دنبالم. برو من لباسمو عوض کن، یه لباس دیگه تنم کن. الان میگه لباس پلیس تنه چیکار میکنه؟ بدو بیا جلو خودمو میندازم. تا فکر قصد داره که خودش از بالا ترک کنه. وایسا همونجا وایسا بکنم. ای فاک واقعا؟ بلندش کردم شما چشات مشکل داره، من اینجام. ای. چی میگی؟ شما شخصیت عوض میکنید. نه من لباسامو عوض کردم. توی بعدای دیگه شما نه سن بنده می‌کنید. چشمو شما یه چشات دفعه مشکل داره. کچل میشی شما. نه رو مخ میبینم. تیزر بزنی خودمو میندازم. اصلا تو بیار پایین. اسلحه میگیری رو من؟ وایس آقا بیا اختار معامله بهت کنیم با میدم. هم. اختار یک آقا کلمه. برو تیزر نه، بزنی، نه، برو نه. فاصله بگیر، فاصله بگیر، فاصله تیزر بگیر، بگیر پایین. فاصله بگیرم من. اختار سه فاصله دقیقه میگیری نه، یا نه. بندازم آفیسر، خونم بیفته گردن آفیسر، تو. خواهش میکنم از وایس. داره میره رو مخم. نه شما الان برای چی میخواین کارو بخورید؟ بخاطر اینکه شما گواهینامه منو باطل کردی. نزدیک نشو دیگه. ببین داری شما نزدیک اصلا میشی میخوای کاف گواهینامه- بزنی. منم اصلا کاف شما خوردم. گواهینامه نداشتی بیجا که من می‌بینم، بخوام برو بازی بر. کنم. نزدیکی بیجا میبینم. یه ببین خودمو انداختم. ببین اه چقدر منطقی. پایدم پایین بریم پایین. خب حالا مردی بیا پایین. من ببخشید منطقی منده پا دارم. شما به دستم دستبند زدی، به من میگی منطقی؟ این موتور کی داد به من؟ دستش درد نکنه. دستامو دستبند میزنی، پاهامو که نگرفتی.
منطقی موتور هر کی داد دمش کم. عجب شهردار بالی بود. بشین تا منو بگیری. شهرداره چه شهرداریه؟ دمش کم میگرفتنم ولم نمیکردن. برم یه ماسکی کلاهی چقدر لب استایلم گنگه. بس ببین میخواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو به نظرم. نه نمیخوام پلیس شم، نمیخوام آف دیوتی باشم بهتر. شک میکنم پیشگو موتور داره دم ادمینه گرم جمعش کم با گرفته بودن. اما چه پلیسی بابا دارم معرفی میکنم با دیگه دستبند میزنی والا بابا. من دوتا گام بخرم هیچی ندارم. چرا موتور پریشی بود البته الان دیگه نپرید. شانس ما نپرید. اسکن شبیه خودت داره. ای او اینجا رو وات که پیشگو بود. کاش ازش یه ذره صداش میاد. سلام. پول میبینم. چی میبینی؟ پولی میبینم. گیو مانی؟ چی میبینی؟ گیو مانی یعنی پول دادن میبینی؟ اوه اوه چقدر چیز میز داره اینجا. مشکل داره اینجا شابش؟ نمیدونم. یه